سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیزم. انشالله هر جا که هستین حالتون عالی و جیباتون پر از پول باشه. توی این ویدیو میخوام یه پروژه فوق العاده خفن و عالی بهتون معرفی کنم که میتونه جایگزین خیلی خوبی برای همستر باشه. قبل از رفتن حتما روی دکمه‌های ساب و لایک بزنید و زنگوله کانال رو هم روشن کنید. خب بچه‌ها، پروژه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم پروژه راکی ربیت هستش که حدوداً میشه گفت یک هفته هستش که لانچ شده و توی این پروژه شما خیلی شباهت زیادی به همستر میبینید. خب یعنی خیلی شباهت زیادی به همستر داره، اما یه سری تفاوت‌های اساسی هم داره. با اینکه مثلا حالا میگن خیلی شبیه همستر و اینا، ولی کارکردش و روش کارش خیلی با همستر متفاوته که الان بهتون توضیح میدم. ببینید این خب بالاخره پروژه هم از نوع پروژه‌های کلیکی یا تپ کردنی هستش که شما باید بیاید مثلا حالا اینجا روش کلیک بکنید یا هر چیزی، که البته شما توی این ربات هیچ نیازی به کلیک کردن ندارید، چون درآمدی که از طرف قسمت ماین بهتون میده یه میزان خیلی زیادی هستش. توی صفحه اول شما این سری اطلاعات میبینید. شما هم اول میاد اسپانسر خودتون رو به اصطلاح مشخص میکنید که دوست دارید این پروژه به فرض روی چه ارزی لانچ بشه. خب میتونید اتریوم، سولانا یا مثلا تون کوین انتخاب بکنید که من خودم به شخص انتخابم تون کوین بود، چون میزان کارمزدی که به ازاش پرداخت میکنیم یه میزان خیلی کمیه و اگر مثلا به صورت اتریوم و سولانا باشه خیلی باید به اصطلاح بیایم و کارمزد پرداخت بکنیم. حالا ما تون کوین رو انتخاب کردیم. بعد این قسمت پروفیت ما هستش که میزانی که در ساعت ما به دست میاریم رو اینجا واسمون مینویسه. مثل همستر نیست که مثلا شما چند تا کارت آپگرید بکنید یه دفعه مثلا 100k 200k بخواد پروفیت بهتون بده. این مقدار داستانش فرق میکنه که کلا الان 47000 تا بازی میزان مثلا خیلی خوبیه و اینجا هم کل میزانی هستش که تا الان مثلا ما از این ربات سکه به دست آوردیم که 7 میلیون بوده. حالا مثلا این 7 میلیونه ما اومدیم چیکارش کردیم؟ اومدیم خرجش کردیم و برای آپگرید کردنش به اصطلاح استفاده کردیم دیگه. یعنی 1 میلیونش رو دادیم فقط برای آپگرید کردن اون کارتا. ببینید توی این قسمت هم شما میتونید بیاد حالا قسمت بوست و ارن و این چیزا رو داشته باشید که یه سری کانال و توییتر و فلان چیزا باید عضو بشید که من ادلیستش رو داخل چنل تلگرام براتون قرار دادم که اگر خواستید میتونید برید داخل چنل تلگراممون و اونجا ادلیست رو بزنید دیگه، مستقیم وارد اون کانال‌ها و گروه‌ها و این چیزا بشید که بعداً دیگه مشکلی پیش نیاد، چون شماره ما شماره ایرانه و می‌خوایم عضو بشیم داخل این کانال‌ها. خیلی کار راحتی واسمون نیستش و زمان زیادی رو از زمان میگیره که بخوایم داخل این کانال‌ها عضو بشیم. این همون کانالایی هستش که شما باید داخلشون عضو بشید. ببینید یوتیوب رو باید دنبال بکنید، نمیدونم اسپانسر رو انتخاب کنید، ایکس و تلگرام و حالا گروهشون و تمام این چیزایی که هستش که شما گفتم ادلیستش رو براتون گذاشتم و میتونید بیاید از طرف اون ادلیست عضو بشید که هیچ مشکلی برای عضو شدن وجود نداشته باشه. توی قسمت ماین بچه‌ها اینجا شما یه سری کارت دارید که باید اونها رو آپگرید بکنید، اما آپگرید کردنش اینطوری نیست که شما پشت هم تا جایی که میتونید آپگرید بکنید. اینه که یه سری پیش نیاز میخواد از شما. یعنی به این صورتی که شما ببینید الان من این کارت رو نمیتونم آپگرید بکنم. چرا؟ چون کارت به لول 3 رسیده و میگه که ما باید لول 4 این تورنمنت رو باز بکنیم که بتونیم این کارت رو تا لول 4 به اصطلاح افزایشش بدیم. این کارت ها هر کدوم، حالا شما زمانی که هم اول شروع میکنید کارت ها براتون بازه و دونه دونه بازه. یعنی که اول شما اینو آپگرید میکنید بعد این کارت باز میشه، اینو آپگرید میکنید بعد بعدیش باز میشه، همینطوری به ترتیب باز میشه تا میره پایین. زمانی که اتفاق افتاد کارت های این قسمت هم براتون باز میشه. خب یعنی اول این باز میشه بعد این آپگرید میکنید، این باز میشه، این باز میشه، دونه دونه آپگرید میکنید و میرید پایین. زمانی که این کار انجام میدید و آپگریدشون میکنید توی قسمت کلیم شما میتونید بیاید و یه سری جایزه ها رو دریافت کنید. حالا یه سری جایزه ها مثلا مربوط به ساعت‌های خاصی از روز هستش که اینجا واسهتون گذاشته. یه سریش هم فقط به خاطر این کارتاتون هستش که شما مثلا آپگرید کردید میاد هر 24 ساعت یک بار بهتون اجازه میده که شما بیاید یک میزان کوینی رو دریافت کنید که این میزان کوین بسته به لول شما داره و هر چقدر لول شما بیشتر باشه این تعدادی که شما دریافت میکنید هم بیشتره. خب یعنی شما میاد روی این گزینه‌ها کلیک میکنید و این میزان‌ها رو دریافت میکنید. حالا میگم بسته به لول شما داره و هر چقدر که لول شما بیشتر باشه شما قطعاً میزانی که دریافت میکنید هم بیشتره. حالا فقط توی این قسمت نیست، توی قسمت کوچ هم
شما چنین چیزی رو دارید که هر 24 ساعت یک بار میتونید بیاید این کار رو انجام بدید و توی قسمت تورنمنت که قسمت اصلی کارت اونجا هستش، ببینید شما هر کارتی رو که به 10 تا لول برسونید وارد لول بعدی میشید. ببینید کارت اولی که شما دریافت میکنید این کارته. خب برای اینکه اینو بتونید باز کنید باید تمام اینا رو یه بار آپگرید به لول 1 بکنید که بتونید این کارت رو باز بکنید و اینو تا 10 تا لول ببرید که بتونید وارد مرحله دوم بشید. خب زمانی که وارد مرحله دوم شدید این مرحله باز براتون قفل میمونه تا زمانی که شما همه اینا رو تبدیل به لول 2 بکنید، یعنی همه این کارتای شما لول 2 بشن، این کارتایی که اینجا داری لول 2 بشن تا شما بتونید بیاید اینو 10 تا لول ببرید بالا. و الان تمام کارتای من لول 3 هستن و لول 3 برای من باز شده. حالا من اینو اگر 10 تا لول ببرم بالا وارد مرحله 4 میشم و بعدش بعد اینا رو همه رو لول 4 بکنم که بتونم این مرحله رو باز بکنم. خب البته شما وقتی که این 10 تا رو کامل میکنید وارد اون مرحله میشید. خب یعنی مرحلهتون دیگه مرحله 4 میشه، اما دیگه این پروفیتش هنوز دریافت نکردید تا زمانی که بتونید اینا رو همه رو آپگرید بکنید. خب این از این موضوع. و اینکه 24 ساعت بعدش هم که حالا بسته به اون ساعت داره، تو من 8 ساعت بعد دیگه الان شما میتونید بیاید این میزان ها رو حالا کلیم بکنید اینجا که میگم به ازای آپگرید کردن تورنمنت خودتون این میزان هم برای شما بیشتر میشه. این از این موضوع. پس این قسمت تورنمنت خیلی مهمه. یه قسمت جدیدی هم که اضافه کرده این قسمته که حالا فعلا نظری دربارش ندارم چون پروفیت خیلی بالایی بهمون نمیده. خب اما گهگدار برای یه سری کمک‌ها یه سری چیزا ازش استفاده میکنیم در آینده، البته نه الان. و این قسمت اصلی کار ما یعنی برای پروفیت بود که شما دیدید. فقط بیاید اینجا و اینو 10 لول افزایش دادن لولش هم به این شکل شما میاد اینو فقط پرداخت میکنید. همین ببینید حالا اگر اینترنت به ما اجازه بده ما این کار انجام میدیم. ببینید فقط میاد این کار رو انجام میدید و اینو لول اپ میکنید و به ازاش پروفیتش هم دریافت میکنید. خب اما باید حواستون به سکه‌هاتون هم باشه که سکه‌هاتون تمام نشه و اگر تمام شد بعد بیاید حالا این کار کلیم کردن انجام بدید سکه‌هاتون برگرده به حالت عادی خودش تقریبا که بتونید به اصطلاح اون چیزایی که میخواید آپگرید بکنید. الان مثلا با این میزان پروفیتی که من دارم، با این میزان لولی که من دارم، به فرض من هر بار که بیایم تمام اینا رو کلیم بکنم یه چیزی اولوش 1 میلیون خورده سکه و کوین برای من میندازه که میتونم باهاش بیام برای آپگرید کردن ازش استفاده بکنم. یه قسمت دیگه داره، قسمت بتل که هنوز حالا توی آپدیت های بعدی قراره باز بشه و بتونیم ازش استفاده کنیم. قسمت فرندم که شما میتونید بیاید و دوستان خودتون رو به این ربات دعوت بکنید. 5000 تا به ازای حالا دعوت کردنشون میده و 1000 تون هم شما دریافت میکنید و اگر که پرمیوم هم باشم که این مقدار رو واسه شما نوشته. توی قسمت ایردراپ هم یه قسمت کانکت والت داره اما هنوز ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. خب یعنی قراره که توی آپدیت های بعدی این اتفاق بیفته. ما نمیتونیم فعلا این کار رو انجام بدیم ولی زمانی که بتونیم وصلش بکنیم حالا میتونیم کار برداشت رو انجام بدیم، هم تون کوین رو برداشت بزنیم هم خود ربیت رو برداشت بزنیم و بفرستیم به کیف پول تون کیپر خودمون. در کل بچه‌ها این پروژه اوایل کارش هستش و بهتون پیشنهاد میکنم حتما بیایید و ازش استفاده بکنید و حتی اگر داریدش، یعنی همین الان شما این پروژه رو قبلا ثبت نام کردید و دیگه ادامه ندادید، مثلا نفهمیدید چطوری، حتما بیایید و این پروژه رو ادامه بدید که بعدا مثل همستر نشه و بگیم که وای مثلا چرا زودتر شروع نکردیم، چرا مثلا چی نکردیم فلان اینا. حتما این پروژه رو شروع بکنید حتی اگر دارید و ازش استفاده نمی‌کنید. برید و کارتاتون آپگرید بکنید، روزانه بهش سر بزنید و هر 24 ساعت یه بار دیگه روزی یک بار فقط بهش سر بزنید، اون چیزا رو دریافت بکنید، آپگریداتون رو انجام بدید و تمام هیچ کار خاص دیگه نیاز نیست شما انجام بدید. عاشقتون هم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید. خدا نگهدار.